در دل تاریکی سلاح‌های متولد می‌شوند که صدایشان از هزاران کیلومتر آن طرفتر شنیده می‌شود. امروز ایران با دقت و آرامش به تسلیحاتی دست یافته که می‌تواند معادلات جنگ را از پایه تغییر دهد. اگر فکر می‌کنید که قدرت ایران متوقف شده، حتما این ویدیو را تا انتها تماشا کنید. در دنیای امروز کشورها نه با تعداد سربازان بلکه با تکنولوژی تسلیحاتشان سنجیده می‌شوند. ایران با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های گسترده نشان داد که در مسیر قدرت نظامی هیچ چیز جلودارش نیست. شماره 1: هدیه ویژه چین به ایران، یعنی سامانه لیزری OW5A50. طبق گزارش منتشر شده در سایت آرمی ریکگنیشن، چین اخیراً از نسل جدید سامانه‌های لیزری خود به نام OW5A50 رونمایی کرده. سامانه‌ای با توان لیزر 50 کیلووات که بر روی پلتفرم متحرک نصب شده و می‌تواند بعبع‌ها و موشک‌های کوچک را در لحظه بسوزاند. OW5 دارای یک سیستم انرژی مستقل است که با آن امکان می‌دهد بدون نیاز به منابع خارجی به مدت طولانی به عملیات خود ادامه دهد. این سیستم به لطف سیستم‌های کنترل خودکار پیشرفته می‌تواند اهداف را به صورت خودکار شناسایی و مورد هدف قرار دهد. این سلاح که در مانورهای نظامی چین مورد آزمایش قرار گرفته، با واکنش در چند ثانیه و توانایی رهگیری چند هدف می‌تواند امنیت پایگاه‌های حیاتی ایران را بسیار تقویت کند. شماره 2: ارتقای وحشتناک نیروی هوایی ایران با آواکس KJ500. اول از همه باید بگیم که هواپیمای آواکس چیست؟ آواکس یک سیستم هوایی هشدار و کنترل که برای نظارت بر فضای هوایی و کنترل عملیات نظامی طراحی شده. این هواپیماها با استفاده از رادارهای پیشرفته و سیستم‌های ارتباطی قادر به شناسایی و ردیابی هدف‌های هوایی و زمینی در فاصله‌های بسیار دور هستند. وبسایت ممری در گزارش مدعی شده که ایران در حال مذاکره برای خرید هواپیمای هشدار زودهنگام KJ500 از چین است. این هواپیما با رادار چرخان 360 درجه و قابلیت ردیابی بیش از 60 هدف به صورت همزمان میتواند کنترل کامل فضای نبرد را در اختیار فرماندهان ایرانی قرار دهد. تحلیلگران بر این باورند که ایران با در اختیار گرفتن KJ500 قادر خواهد بود جنگنده‌ها و سامانه‌های پدافندی را به شکل شبکه‌ای هماهنگ کند، چیزی که در دکترین نبرد نوین حیاتی است. شماره 3: چتر فولادین روسی، یعنی سامانه S400. سامانه بی‌نظیر S400 روسی یکی از قوی‌ترین پدافندهای جهان محسوب میشه که با حضورش عملاً حریم هوایی کشور به منطقه ممنوعه برای جنگنده‌های دشمن تبدیل میشوند. این پدافند میتونه اهداف هوایی رو تا فاصله 400 کیلومتری سرنگون کنه. میتونه 80 هدف رو به صورت همزمان ردیابی کنه و تا 36 هدف رو به راحتی نابود کنه، حتی اگر این اهداف هواپیماهای مانند F-35 باشه. S-400 از لحظه کشف هدف تا شلیک تنها چند ثانیه زمان نیاز داره و تمام فرآیند شناسایی، قفل، رهگیری و شلیک میتونه به صورت کاملا خودکار انجام بشه. به نقل از وبسایت‌های خبری، سامانه S-400 اخیراً وارد ایران شد. وزیر امور خارجه روسیه در نشست خبری با روزنامه‌نگاران در پاسخ به پرسشی درباره ارسال سامانه پدافند S-400 و جنگنده‌های سوخا به ایران رسما تایید کرد و گفت روسیه در حال تامین نیازهای نظامی ایران است. شماره 4: اگر جنگنده‌ها در آسمان ارتش‌ها باشند، این پرنده آهنی تاج پادشاهی را بر سر دارد. سوخوی 35. قبل از دیدن تسلیحات جدید ایران، حتما این ویدیو رو لایک کن و کانال عجایب نظامی رو سابسکرایب کن تا با قدرت کشورت بیشتر آشنا بشی. این پرنده تهاجمی روسی از نسل 4 پلاس بوده و تا مرز تکنولوژی نسل 5 پرواز کرد. تلفیقی از سرعت، قدرت، چابکی و تکنولوژی که فقط معدود کشورهای توانایی بهره‌گیری از آن را دارند. سوخوی 35 به موتورهای تراس وکتور سه‌بعدی مجهزه که با امکان مانوروایی میدهد که اکثر جنگنده‌ها حتی نمیتوانند تصورش را بکنند. از جمله مانور معروف کبرا، جهش لحظه‌ای در هوا و تغییر مسیر بدون از دست دادن کنترل.
این قابلیت باعث می شود در نبردهای هوایی نزدیک یا داگ فایت سوخوی-35 تقریبا شکست ناپذیر باشد. دشمن حتی اگر دیده شود برای شلیک کردن باید اول بتواند همجهت با او بماند و این کاری است که تقریبا هیچ جنگنده نسل چهارمی نمیتواند انجام دهد. سوخوی 35 میتواند بیش از 8 تن مهمات را در 12 نقطه آویز حمل کند. طبق گزارش سایت نشنال نیوز، ایران در سال 2025 قراردادی برای خرید 50 فروند سوخوی 35 از روسیه امضا کرده و چند فروند نیز وارد کشور شده. این یعنی نیروی هوایی ایران یک جهش راهبردی به سمت نبردهای مدرن برداشته. شماره 5 شکارچی شب‌های تاریک یعنی بالگرد میل 28. وقتی جنگ به دل کوه‌ها، دشت‌ها و مناطق شهری کشیده می‌شود، جنگنده‌ها دیگر کارایی ندارند. اینجاست که میل 28 وارد عمل می‌شود. یک بالگرد تهاجمی سنگین که برای عملیات‌های سخت و نفسگیر در میدان‌های زمینی ساخته شده. این بالگرد دارای یک توپ 30 میلیمتری اتوماتیک که روی برجک جلویی سوار شده. با قابلیت چرخش 360 درجه میتواند هر هدف زمینی از خودرو گرفته تا استحکامات بتونی را در لحظه نابود کند. میل 28 قابلیت حمل موشک‌های هدایت شونده ضد زره رو داره که باعث میشه تانک‌های دشمن هیچ شانسی برای عبور نداشته باشن. اما چیزی که این بالگرد رو خاص میکنه توانایی عملیات در شب و بدترین شرایط جوی است. با سنسورهای دید در شب، رادار موج میلیمتری و سامانه‌های هدفگیری الکترواپتیکی، این بالگرد بدون دیده شدن میتواند از فاصله امن هدف را شناسایی یا نابود کند. طبق گزارش دفنس بلاگ، ایران توافقی با روسیه برای دریافت بالگردهای تهاجمی میل 28 را امضا کرده. شماره 6 شبح هوشمند آسمان یعنی جنگنده رادارگریز سوخوی 57. نخستین جنگنده نسل پنجمی روسیه که طراحی شده تا بی صدا بیاید، پنهان شود، ضربه بزند و برگردد بدون آنکه حتی دیده شود. بدنه سوخوی 57 با استفاده از مواد کامپوزیتی پنهانکار طراحی شده که سطح مقطع راداری آن را به شدت کاهش می‌دهد. یعنی حتی در مقابل رادارهای آره فازی قدرتمند کشف آن بسیار دشوار است. این جنگنده اهداف هوایی رو در فواصل بیش از 400 کیلومتر کشف می‌کند. با بیش از 60 هدف به طور همزمان درگیر می‌شود. تهدیدات را از هر زاویه‌ای پوشش می‌دهد. ظرفیت حمل تسلیحات در این جنگنده به 10 تن، یعنی 10,000 کیلوگرم میرسد. از انواع مختلف موشک تا بمب‌های هدایت شونده. این جنگنده میتونه با سرعت 2 ماخ پرواز کنه و عملاً از دید همه رادارها پنهان بمونه. طبق تحلیل مؤسسه هاتسون، ایران یکی از مشتریان بالقوه این جنگنده فوق پیشرفته محسوب می شود و منابع نزدیک به صنایع دفاعی روسیه نیز از مذاکرات پیشرفته با ایران برای فروش تعداد سوخوی 57 خبر دادند. اگر این معامله نهایی شود، ایران وارد باشگاه بسیار محدود کشورهایی خواهد شد که به فناوری نسل پنجم دست یافته. به نظر شما بهترین سلاحی که ایران اخیراً خریداری کرده چیست؟ منتظر جوابهایتان در بخش کامنت ها هستیم.